توی مسابقه سیستم دیزاین امروز میخوام بهم توضیح بدید چطور میشه کل شهر جی تی 6 رو بدون هیچ لودینگ اسکرینی لود کرد. این که آسونه داشت. کل مپ همون بار اول که اجرا میشه میریزیم تو رم. احمقین. کل شهر رو میخوای توی رم جا بدی. مشی مپ رو دیدی اصلا توی حافظه کنسول جا نمیشه. بازی قبل از اینکه اصلا راه بیفته کرش میکنه. راست میگی. آره. پس از چی استفاده میکنیم؟ ورد استریمینگ. از اون استفاده میکنیم. یعنی کل مپ رو به یه عالمه قسمت کوچیک تقسیم میکنیم و فقط قسمت‌هایی رو اونجا لود میکنیم که به پلیر نزدیک هستن و اونا رو میریزیم داخل حافظه. خب اگه پلیر سوار ماشین بشه چی؟ و با سرعت خیلی زیاد حرکت بکنه. خب دیگه فقط اطرافش رو لود نمی‌کنیم. قسمت‌هایی که در جهت حرکتش هم هستن هم اونا رو هم لود می‌کنیم. خب ما فرض می‌کنیم که ماشین یهو دور بزنه، جهتش رو عوض کنه. اون موقع می‌خوای چیکار کنی؟ خب موقع قسمت‌هایی که داشتیم برای مسیر قبلی لود می‌کردیم و کنسل می‌کنیم. بعد سریع شروع می‌کنیم قسمت‌هایی که برای مسیر جدید هستن رو لود می‌کنیم. اون موقع دیگه قسمت‌های جدید هم می‌بینه. پس اون ساختمونایی که خیلی دورن و توی اسکایلاین می‌بینیم چی؟ اونایی که خیلی دورن ولی بازم دیده میشن. خب در واقع اون چیزی که از دور می‌بینیم یه نسخه کامل نیست. یه مدل خیلی ساده و با جزئیات خیلی کمه و در واقع مثل ماکت میمونه. هر چقدر پلیر بهش نزدیک‌تر میشه دیتیلش میره بالاتر و با کیفیت تر میشه و اون موقع است که ما از اون بیشتر لود میکنیم. اگه داری این همه کار انجام میدی پس حافظه رو چطوری مدیریت میکنی؟ خب ما اینجا در واقع از مموری باجت استفاده میکنیم. یعنی یه مموری باجت ثابت داریم. هر بار یه قسمت جدید وارد حافظه میشه و قسمت قدیمی که دیگه پلیر ازش دور شده و نیازش نداره حذف میشه. یعنی کل دنیا هیچ وقت همزمان داخل حافظه نیست. همزمان با حرکت پلیر ساخته و حذف میشه. دقیقاً درست مثل کاری که گوگل مپ داره انجام میده. پس چرا این کار توی کنسول‌های قدیمی اینقدر سخت‌تر بود؟ چرا همون موقع این کار انجام نمیدادن؟ چون هاردهای قدیمی خیلی کم بودن. برای همین بازی‌های قدیمی مجبور بودن لودینگ اسکرین رو پشت چیزایی مثل آسانسور، تونل یا آسمون قایم بکنن برای اینکه لود بشه. ولی کنسول‌های جدید یه سری SSD نسل جدید خیلی سریع دارن که اطلاعات رو میتونه خیلی سریع جابجا بکنه و در حالت استریمینگ بذارتشون. داشتم گرم قبولی بیشتر از این ویدیو بذار 100% فالو می‌کنم.